اینجا تهران است. رادیو روزگاران. این صدا را از پادکست روزگاران میشنوید. خیلی دوست دارم پیش تو بیایم. متاسفانه نمیتوانم به تنهایی سفر کنم، چرا که راه ها خیلی خطرناک هستند و اگر چنین نبود مدتها قبل پیش تو می آمدم. خواهش میکنم از اینکه این بار زیاد چیزی ننوشتم عصبانی نشو، چرا که من تحت فشارم. هنوز چند دقیقه وقت دارم به تو بگویم که مشتاق دیدنت هستم و خیلی دوستت دارم. امروز بیشتر از دیروز و مطمئناً کمتر از فردا. خیلی دوست دارم ببینمت. لیلا. سلام، من شهرام درخشان هستم، میزبان شما در ضیافت نقل تاریخ. آنچه براتون خوندم نامه دختری بود به نام لیلا سنجری که 81 سال پیش از این برای معشوق خودش نوشته بود. یه مرد آلمانی 35-6 ساله که در بحبوحه جنگ جهانی دوم در تهران مقیم شده بود. به نظر ساده و معمولی میاد، اما ماجرای این معشوق آلمانی ساده نبود. حتی بسیار پیچیده بود و پیچیده تر هم شد. از لیلا شروع می کنم. دختری حدود 20 ساله. اون موقع توی یک مؤسسه تجاری در تهران کار می کرد. زیبا بود و از یک خانواده سرشناس و متمول در تهران. پدرش روابط بسیار گسترده‌ای با افراد شاخص و صاحب منصب ها داشت. لیلا نوجوانیش رو در آلمان گذرانده بود و به قولی اروپا دیده و مدرن بود. بنا به نسبت فامیلیش و البته قابلیتش در زبان آلمانی توی یک مؤسسه کار پیدا کرد و چون در اون دوران دروازه‌های بازرگانی ایران خصوصاً به سمت آلمان گشوده بود، کارمند پرکاری به نظر می رسید. اما این صاحب شغل و درآمد بودن در مقابل چیزی که او رو به اون مؤسسه پایبند می کرد زیاد مهم نیست. لیلا سخت پاگیر عشقی گرم و شیرین شده بود. عشق مردی که بیش از 15 سال از او بزرگتر بود. یه آلمانی که فارسی میدونست و ظاهراً هم در نگاه اول زیاد آلمانی به نظر نمی رسید و بر اساس عکس‌های باقی مونده از او شاید تا حدی قیافه ایرانی هم داشت. معلوم نیست دفتر اون مؤسسه محل آغاز عشق اونها بوده و یا اینکه لیلا به واسطه علاقش به این مرد کاری رو برای او جفت و جور کرده. شاید هم برعکس. موضوع اینه که کمتر اطلاعی از این ماجرا در دست داریم، ولی به هر حال مهم اینه که این عشق خیر و برکت زیادی برای مرد آلمانی داشت، چرا که تقریباً تمام ارتباطات مرد آلمانی یک سرش به لیلا می رسید و اگر لیلا نبود بسیاری از ارتباطهای مهم و ارزشمند برای او شکل نمی گرفت. اسم این مرد فرانس مایر بود. مایر اما توی اون شرکت تنها آلمانی شاغل نبود. همزمان و همردی فرانس یه آلمانی دیگه هم دستش به کار بند بود، رومن گوماتا. این دو آلمانی به عنوان کارشناس امور بازرگانی و برای توسعه تجارت به ایران اومده بودند و فعالیت می‌کردند. اما این فقط ظاهر ماجرا بود. فرانس و رومن در واقع نه تاجر بودند و نه کارشناس امور بازرگانی یا چیزی شبیه به اینها، بلکه هر دو ماموران سرویس اطلاعات نازی‌ها SD بودند. SD اداره اطلاعات SS آلمان بود. این دو در اون وقت با دستور یک مأموریت کلی جاسوسی در ایران فعالیت مخفیانه می‌کردند.
موظف شده بودند که شبکه‌ای از ایرانیان قابل اعتماد ایجاد بکنن و حلقه‌ای از طرفداران هیتلر رو تشکیل بدن، به خصوص در لایه‌های دولتی و نظامی، تا مگه روزی به کار بیاد و از قضا به کار هم اومد. ایران اون دوره ایران عصر رضاشاهی بود. رضاشاه بی اعتماد به انگلیسی ها و روسی ها علاقمند و امیدوار به آلمان تحت رهبری هیتلر شده بود. روابط سیاسی و اقتصادی و عمرانی بین دو کشور برقرار بود و در حال رشد. شمار قابل تأملی آلمانی در ایران مقیم بودند و برخلاف انگلیسی ها و روسی ها بین مردم محبوبیت هم داشتند. بخشی از راه آهن ایران مربوط به قرارداد با اونها بود. حتی در ابتدای سلطنت رضاشاه در امور مالی و در دولت هم از اونها استفاده میشد. شرکت لوفتهانزا از همون زمان وارد ایران شد. مقامات آلمانی در سطح وزیر به ایران آمد و رفت میکردند و در دوره‌ای کوتاه مناسبات خیلی عمیق و گسترده‌ای با شرکت‌های آلمانی از راه‌اندازی معادن و صنایع تا شهرسازی و بازرگانی ایجاد شد. خلاصه اینکه ایران آلمان رو جایگزین مناسبی برای انگلیسی‌ها و روسی‌ها تشخیص داده بود. اما اوضاع اینطور باقی نموند. آتش جنگ دوم که توی اروپا زبونه کشید، آلمانی‌ها که تا پشت دروازه‌های سن پترزبورگ هم رسیده بودند، متفقین توجهشون به ایران به عنوان مسیر کمک رسانی به شوروی بیشتر از گذشته جلب شد. اما درباره فرانس مایر واقعیت اینه که او به عنوان جاسوس آلمانی توی تهران مأموریت مشخصی رو دنبال نمی‌کرد. منظورم اینه که عملیات ویژه‌ای به اون شکل که از جاسوس‌ها در ذهن داریم انجام نمیداد. حتی هیچ اسباب و لوازم جاسوسی مثلا شبیه به جیمز باند توی دست و بالش نبود. او به طور مشخص دایره‌ای از هواداران آلمان و مخالفان انگلستان و شوروی در ایران ایجاد می‌کرد. نوعی نیروی مقاومت زیرزمینی و مخفی شامل همه گروه‌های اجتماعی و شغلی، از نظامی‌ها تا پزشکان، دانشجویان و کارکنان دولتی و مردم عادی. حتی آگاهانه یا ناآگاهانه لیلا در این کار از روابط و نفوذش استفاده می‌کرد، چرا که او از یک خانواده متمول و سرشناس بود. در واقع مایر بیشتر ارتباطاتش رو از طریق لیلا به دست می‌آورد. ارتباط لیلا و فرانس آشکارا بود و هر کسی اونها رو میدید متوجه میشد که به رغم اختلاف سنی واضح عاشق همدیگه هستند. کار دلدادگی این دو نفر به جایی رسید که سخت مایل بودند با هم ازدواج کنند، اما بعد از کسب اجازه مایر از برلین این درخواست رد شد و بهش گفتند نباید با یک غیر آلمانی ازدواج کنه. البته که این نکته زیاد به مذاق لیلا خوش نیومد و باعث ناامیدی شد، اما همچنان به ارتباطش با مایر ادامه میداد و به او در جا افتادن توی جامعه ایرانی و مرتبط شدن با آدم‌ها کمک میکرد. گفتیم که مایر مأموریت خاصی رو دنبال نمیکرد و طرح و نقشه معینی برای حضورش نداشت جز تشکیل حلقه‌ای که بتونه به وقت اقتضا اهداف دولت آلمان رو در یک کشور دیگه دنبال کنه. با این حال آنچه کار مایر رو با اهمیت تر کرد اشغال ایران توسط متفقین بود، چرا که متفقین به رغم اعلام بی‌طرفی ایران رو وارد معادله جنگ جهانی دوم کردند تا از موقعیت استراتژیک این کشور بهره ببرند برای کمک رسانی و تقویت اتحاد جماهیر شوروی. ورود روسی ها از شمال و انگلیسی ها از جنوب اما آرام و بیخشونت نبود. شمار زیادی از سربازان و افسران ایرانی بعد از مقاومتی سخت و دلیرانه در این تهاجم جان باختند و بخش زیاد و مهمی از ادوات نظامی ایران نابود شد. اما به هر حال پیروز این نبرد متفقین مهاجم بودند که ابرقدرت زمانه محسوب می شدند و توقع پیروزی در مقابل اونها توقع سختگیرانه‌ایه.
اوضاع تغییر کرده بود و مستشاران و سیاسیون آلمانی خیلی زود مجبور به ترک ایران شدند. به سرعت ایران و به خصوص تهران خالی از اتباع آلمانی میشد. اما برخی از شهروندان معمولی و غیر نظامی آلمانی که بنا به هر دلیلی مجبور بودند در ایران باقی بمونند این کشور را ترک نکردند. در این بین مایر برخلاف رفیقش گوماتا که از راه زمینی و مخفیانه از ایران بیرون رفت تصمیم گرفت در تهران بمونه. هیچ وسیله ارتباطی با برلین در اختیار نداشت. سفارت آلمان رو تعطیل کردند و از طرفی هم خطوط تلفنی از تهران به اروپا دچار اختلال بود. اگر هم نبود نمیشد از تلفن استفاده کرد، چرا که امکان شنود و دستگیری مایر 100% میشد. در واقع مایر که تا حد زیادی به عنوان عنصر دولت آلمان برای سازمان‌های اطلاعاتی متفقین شناسایی شده بود، تک و تنها و بدور از پشتیبانی دولت متبوعش و بدون هیچ ارتباطی توی تهران سرگردون باقی مونده بود، مثل یک آدم جا مونده. دائما جا و مکان خودش رو تغییر میداد و زندگی مخفیانه‌ای رو در پیش گرفته بود. با این حال هرگز ناامید نشد، به 2 دلیل مشخص. اول اینکه او خودش رو مشابه لورنس عربستان میدید، با این تفاوت که کشور مقصود ایران و کشور متبوعش آلمان بود. مایر بسیار بلند پرواز و جاه طلب نشون میداد و گمان میکرد که میتونه رهبری عملیاتی بزرگ رو در ایران بر عهده بگیره که مسیر جنگ و حتی طرف پیروز جنگ رو عوض کنه. به عبارتی او خودش رو در قامت منجی آلمان در جنگ جهانی میدید. شاید عنوان لورنس ایران برای او دارای وجه تسمیه هم بود. از این گذشته مایر دلیل دومی هم برای موندن توی ایران داشت، دلیلی که او رو به لحاظ حسی پایبند حضور در این کشور کرده بود: لیلا. دلدادگی این دو بعدتر از نامه‌نگاری هایی که با هم داشتن مشخص تر شد. یکیش هم بخشی از نامه لیلا بود که براتون خوندم. مایر برای شناسایی نشدن در تهرانی که توی خیابوناش سربازان و افسران آمریکایی، بریتانیایی و روسی پرسه می‌زدن و ماموران اطلاعاتی اونها در هر جا و هر گوشه به دنبال آلمانی‌های مشکوک می‌گشتن، مجبور بود مدام خونه عوض کنه. به خصوص که سازمان اطلاعات شوروی و انگلستان اسم او رو به عنوان جاسوس به مامورانشون داده بودن و دیگه خیابون‌های تهران و اماکن عمومی برای مایر لو رفته امن نبود. کسی دیگه نمیتونست مثل گذشته فرانس مایر رو با لیلا توی کافه ها و کلوب های تهران ببینه. اعضای شبکه‌ای که خودش درست کرده بود و همچنین لیلا برای ایجاد امنیت او مکانها و مخفیگاه‌های مختلفی پیدا می‌کردند تا او در امان باقی بمونه. زندگی مثل یک آدم بی‌هویت برای فرانس مایر بسیار سخت شده بود و همیشه در معرض خطر دستگیری قرار داشت. ستاره بخت مایر اما چندان هم بی‌فروغ نموند. او توی همین سرگردونی‌هاش به سر می‌برد که با خبر شد یک هیئت دولتی ژاپنی وارد تهران شده. به این دلیل که ژاپن متحد آلمان به شمار می اومد، مایر تصمیم گرفت به واسطه یادداشتی مفصل و رسوندن اون به هر ترتیب به دست ژاپنی‌ها دولت آلمان رو از زنده بودن و حضورش توی تهران با خبر کنه. ضمن اینکه اطلاعاتی دقیق همراه با نقشه موقعیت‌های جغرافیایی و یک طرح مخفیانه نظامی برای ورود چتربازان آلمانی رو توی نامش قید کرده بود. کاغذهای به رمز نوشته شده مایر رو معتمدان او به نحوی پنهانی به ژاپنی‌ها رسوندن و ژاپنی‌ها هم پیغام مفصل او رو رسوندن به دست سازمان SD آلمان. در کتاب توطئه نازی‌ها در تهران نوشته براد ملتزر و جاش منش که آقای سیف الله صادقی یارندی اون رو ترجمه کرده و نشر مروارید هم به چاپ رسونده، به طور مفصل درباره ماجراهای مربوط به این دوران نوشته شده که منبع دقیقی برای ماست تا ازش بهره ببریم. نویسندگان در این کتاب بعد از شرح مبسوطی در خصوص مایر نقل می‌کنند که او به واسطه یک رادیوی ترانزیستوری به اخبار رادیویی برلین گوش می‌کرده. بعد از فرستادن پیغامش توسط ژاپنی‌ها، او دائما منتظر بوده که مطابق قرار سازمان SD از رادیو به رمز و اشاره در لابلای اخبار به پیغام او جواب بده. یک شب این اتفاق افتاد.
مطابق رسوم جاسوسان، گوینده خبر حین خوندن اخبار رمز تعیین شده ای رو در قالب جملاتی معنادار بیان میکنه تا مایر متوجه بشه پیغامش رسیده و یا چه باید بکنه. مایر هم مطلب رو میگیره و از خوشحالی سر از پا نمیشناسه. ماجرای این مأموریت اما بعد از گذشت حدود 80 سال هنوز هم در مه تردید محو و ناهوید است. افسانه سازی ها و قصه پردازی های زیادی در این باره شده که تشخیص درست از غلط رو سخت میکنه. اما اون چه قطعیه و براش سند وجود داره اینه که آلمانی ها نیروهای نظامی کمشماری رو به ایران میفرستن که بتونن اقدام های خرابکارانه مؤثری در امنگاه متفقین انجام بدن. یکی از متفقین قصه متفاوتی رو نقل میکنه. قضیه از این قراره که از طرف روسی ها یک داستان پیچیده جاسوسی طی تمام این سالها طرح شده. اینکه وقتی سران متفقین یعنی وینستون چرچیل، فرانکلین روزولت و یوزف استالین تصمیم گرفتن که به طور کاملا سری در تهران با هم ملاقات کنن و درباره سرنوشت جنگ و مسائل مهم نظامی و استراتژیک به تفاهم برسن، آلمانی ها هم بیکار ننشستند. اونها که به واسطه جاسوسانشون به تشکیل کنفرانس در تهران پی برده بودن، شروع به برنامه ریزی و اقدام برای ترور این 3 نفر میکنن. مایر و تیم اعزامی از آلمان هم قرار بوده که این نقشه رو عملی کنند. اما این روایت فقط در حد یک قصه تایید نشده به لحاظ سند و گواه باقی مونده، حتی تا به امروز. به هر حال راوی اصلی این قصه روسی هم شخصی بوده به نام گئورگ وارتانیان که بعدتر دربارش حرف خواهم زد. خلاصه اینه که اونها مدعی شدند از اول به واسطه کار اطلاعاتی دقیق از این تصمیم آلمانی ها مطلع بودند. البته عده‌ای پژوهشگر تاریخ این رو لاف گزاف دستگاه امنیتی شوروی دونستن و از بیخوبون افسانه سازی و قهرمان نمایی روسی ها، چرا که هیچ سند قابل اعتنایی هرگز براش ارائه نشده و به تمام نقل قول و بیانهای شفاهی شاهد و مدرک اونا بوده. احتمالاً استالین میخواسته از قدرت اطلاعاتی خودش نمایشی بسازه و از طرفی چرچیل و روزولت رو مدیون خودش بکنه. البته که تا حد زیادی هم موفق شد، چرا که دست کم روزولت این داستان رو باور کرد و به نشان قدردانی مدالی ویژه به استالین اعطا کرد. مدالی که استالین تا پایان عمر با مباهات اون رو بر سینه میزد. در آبان سال 1322 یک هواپیمای باری نظامی در آسمون شهر قم ظاهر شد. 6 چترباز با یونیفرم‌های ارتش بولشویک در حالی که تفنگ‌های سیمینوف در دست داشتند، با چتر نجات از در کناری هواپیما به پایین پریدن و توی بیابون‌های اطراف شهر قم به زمین نشستند. اما اونها در واقع روسی نبودند. چتربازهای آلمانی بودند که برای انجام عملیاتی سری وارد ایران می شدند. سازمان استی آلمان تا اون زمان 2 مأمور خودش یعنی فرانس مایر و رومن گوماتا را در تهران مثل خود ایران از دست رفته به حساب آورده بود و دیگه تمرکزی بر تهران نداشت. اما پیغام فرانس مایر و توضیحات او درباره شبکه‌ای که ایجاد کرده بود به علاوه نقشه‌های جغرافیایی از موقعیت‌های قابل نفوذ باعث پدید اومدن فکر بدیعی در ذهن برلین نشینان شد. اونها می‌دیدند که ایران به دلیل همسایگیش با شوروی تبدیل به مسیر تجهیز و تسلیح روسی‌ها شده
متفقین از آبهای آزاد تا خلیج فارس و از اونجا با استفاده از خط راه آهن جنوب به شمال ایران تمام تجهیزات و امکانات نظامی و غذایی خودشون رو سریع، بی دردسر و بدون خطر به روسیه میرسوندند. اونها فکر کردند با وجود مایر در تهران و شبکه وسیع و پرتعدادی که او تشکیل داده میتونن با خرابکاری و مبارزه های کماندویی این خط ارتباط رو خیلی جدی از بین ببرن یا حداقل به اون آسیب بزنن و به عبارتی ایران رو از حالت امن برای متفقین خارج کنن. بنابراین یه تیم 6 نفره رو در کوتاه مدت آموزش دادن و با استفاده از داده های مایر به ایران فرستادن. با همون هواپیمایی که چتربازها رو در قم تخلیه کرد. یکی از این کماندوها به نام کارل کورل از اعضای ارشد SS به عنوان هدایتگر تعیین شده بود. کورل افسر آزموده و قابلی بود. جز از این قبل از اشغال مدتی در ایران بوده و تهران و مایر رو به خوبی می شناخت. حتی تا حد قابل قبولی هم زبون فارسی رو می دونست. اما در اولین گام یک اشتباه بزرگ صورت گرفت. هواپیمای اونها به دلیل اشتباه در نقش خونی یا هر چیز دیگه به غلط چتربازها رو در اطراف قم تخلیه میکنه، نه اطراف تهران. بعد از اینکه گروه 6 نفر متوجه این خطا میشه، کورل تصمیم میگیره که به تنهایی راهی تهران بشه تا مایر رو پیدا کنه و بعد برگرده تا گروه رو به سمت محل امن مورد نظر هدایت کنه. اما در واقع کورل باید کار بسیار سختی رو انجام میداد. پیدا کردن سوزن در انبار کاه. مایر هیچ نشونه یا وسیله ارتباطی نداشت، پس پیدا کردنش آسون نبود، اون هم توی تهران، شهری با جمعیتی حدود 800,000 نفر. با این حال کورل امیدوارانه پای پیاده و از بیراهه ها عازم تهران شد تا مگر به مایر برسه. وقتی بعد از چند روز پیاده روی محتاطانه و خطرناک بالاخره به تهران رسید، با احتیاط هرچه بیشتر و در معرض خطر بودن زیاد، از صبح تا شب در محلهایی که احتمال میداد مایر اونجاها باشه میگشت، اما هیچ نتیجه ای نمی گرفت. فرانس مایر از ترس شناسایی شدن در مخفیگاه‌های خودش به سر می برد و رو نشون نمیداد. از طرفی هم کورل کسی رو توی این شهر بزرگ و وسیع نمیشناخت یا بهش اعتماد نداشت. اما بالاخره شانس به کورل رو آورد. او در مدت اقامت قبلیش در تهران با خبر بود که مایر با لیلا در ارتباطی عاطفی قرار داره و حتی درخواست کسب اجازه برای ازدواج با او هم کرده. به همین دلیل کورل به دنبال لیلا هم میتونست بگرده. او در یکی از روزهای جستجو تصادفاً در یک کافه با زنی مسن مواجه میشه. زنی که کورل از قبل او رو دیده و با او آشنا شده بود. مادر لیلا. بالاخره بعد از تردید زیاد و قبول خطر طرح کردن این سوال و بروز کنجکاوی، دل به دریا میزنه. جلو میره و بعد از دادن آشنایی از لیلا و مایر میپرسه. مادر لیلا به کورل میگه هنوز دخترش با مایر در ارتباطه و کورل رو پیش او خواهد برد. گرچه کورل حدس میزده که اعتماد به این زن یعنی پذیرفتن خطر لو رفتن و فروخته شدن، اما چون راه دیگه‌ای وجود نداشته، همراه با مادر لیلا به مکانی میره که قرار مایر اونجا باشه. البته که کورل خطر بسیار غیر محتاطانه ای رو میپذیره. با این همه اما مادر لیلا یک راست او رو به محل قرار هدایت میکنه و کورل بالاخره مایر رو میبینه. 25 فروردین 1322.
هر دو بسیار از این موفقیت شبیه معجزه خوشحال میشن. مایر بعد از 2 سال سرگردونی و رهاشدگی بالاخره توسط دولت آلمان دریافته میشه و تمام تجهیزاتی که میخواسته مثل وسایل ارتباطی و رادیویی و همچنین پول و اسلحه و مهمات بهش رسیده بود. از طرف دیگه هم کورل موفق شده بود در شهری که هیچ رد و نشونی از جاسوس مورد نظرش در اختیار نداشت تصادفاً او را پیدا کنه. حالا میتونست ازش کمک بخواد تا با راهنمایی و اطلاعات درست افرادی رو که توی سیاه‌کوه قم پنهان شده بودن همراه با تجهیزاتشون به تهران و یا هر جای دیگه برسونه. به نظر میرسید که همه چیز مطابق برنامه و با چاشنی بخت به خوبی پیش میره، اما این سکه روی دیگه ای هم داشت. طی همون دوران توی تهران به موازات و در مقابله با شبکه مایر یک حلقه دیگه هم به صورت مخفیانه درست شده بود. شاید زیرکانه تر و مخفی تر حتی. واقعیت این بود که یک پسر 16 ساله که تمام روز با دوچرخش توی خیابونها و کوچه پس کوچه های شهر ول میگشت، گاهی جایی توقف میکرد و با چند تا سوال و جواب ساده از مردم سعی میکرد از موضوعی که براش جالب شده بود سر در بیاره، در واقع یک جاسوس بالفطره شوروی بود. به رغم سن و سال و جثه‌اش بیشتر از یک جاسوس هم بود. در حقیقت چیزی کم نداشت از مایر، چرا که این پسر بچه هم یک شبکه مخفی و نامحسوس از نوجوانهای کم و بیش هم سن خودش ساخته بود که توی شهر از صبح تا شب با دوچرخه میگشتن و با چشم و گوش باز و کنجکاوانه هر جزئیاتی رو دنبال میکردند. هدفشون هم تحت نظر قرار دادن آلمانی‌های غیر نظامی باقی مونده توی تهران بود و تعقیب اونا هر جا که باشن و برن. به عبارتی اونها ردیاب سازمان اطلاعات شوروی بودن برای شکار آلمانی‌های نظامی یا غیر نظامی. همچنین این پسر بچه ها موظف بودند که بین ایرانی ها هواداران آلمان نازی رو زیر نظر داشته باشند، چون سن و سالی هم نداشتند و مثل نوجوان های بازیگوش و بیکاره به نظر می رسیدند، نه جدی گرفته می شدند و نه جلب توجه می کردند. پسر بچه‌ای که رهبری گروه رو بر عهده داشت اسمش گئورگ وارتانیان بود، یک ارمنی تبار اهل رستوف روسیه که به دلیل منصب بالای پدرش به عنوان جاسوس شوروی در تهران به کار گرفته شده بود و با پدرش همکاری میکرد. فارسی رو به خوبی روسی و ارمنی میدونست و به لحاظ چهره هم به ایرانی ها بیشتر شبیه بود تا به روس ها. زیر دست پدرش و متأثر از او، چون قابلیت زیادی نشون داد، بهش دستور دادن که یک شبکه از نوجوانها و یا جوانهای مثل خودش درست کنه تا در تمام شهر بگردند و خبرچینی کنند. اما مایر فارغ از این پسر بچه و بعد از خوشحالی و احساس پیروزی اولیه از حضور چتربازهای آلمانی متوجه یک مشکل جدی شده بود. او که معتقد بود ارتش آلمان به کمک او و نیروی مقاومتی که درست کرده باید نواحی از ایران رو تصرف کنه و با ساقط کردن دولت مستقر در تهران حکومت رو به دست بگیره، متوجه شد که تیم همراه کورل چندان هم تعلیم دیده نیستن و فقط برای چند منظور کوچک آموزش دیدن. مایر بجز از کورل که قابل، با مهارت و مسلط بود، 5 نفر دیگه این گروه رو جوانانی بی تجربه، کم مهارت و ناامید کننده دید. او پیش از این چندان به دقت عملیاتی بزرگ رو برنامه ریزی کرده بود که به نظرش مولای درز نقشه هاش نمی رفت. او حتی به دقت لیستی هم از گروه‌های مختلف در دست داشت تا بلافاصله پس از به قدرت رسیدن اونها رو نابود کنه. یهودی‌ها، بهایی‌ها، همکاران و طرفداران متفقین و حتی وزرای خیانتکار در دولت ایران. هرچه بود اما باید با وضع موجود و دستورهای مقام‌های برلین موافقت می‌کرد. کورل پیاده به سیاه‌کوه قم برگشت تا افراد، تجهیزات، مهمات نظامی و اسلحه ها رو به تهران منتقل کنه. بعد از 2 هفته این کار انجام گرفت، اما خیلی زود
یک مشکل جدی پیش اومد. بعد از رسیدن به تهران، کورل ابتدا کمی بیمار به نظر رسید و از درد شکم شکایت میکرد. خیلی زود دچار تب شد و به سرعت توان خودش رو از دست داد. مایر نمیدونست باید چه بکنه. کورل تنها فردی که بهش امید داشت در وضعیت بدی به سر می برد. حتی به دلیل خطرهای احتمالی نمیتونست او رو به بیمارستان یا هیچ مرکز درمانی دیگه‌ای ببره. حال کورل هم روز به روز بدتر می شد. بالاخره به واسطه اعضای نیروی مقاومت پزشک معتمدی رو به مخفیگاه برای معاینه آوردند. خبر بد این بود که کارل کورل مبتلا به حصبه شده. احتمالاً در اثر نوشیدن آب یا خوردن غذای آلوده به این بیماری مبتلا شده بود. بیماری رایج و منتشر اون زمان در ایران جنگ زده. خبر بدتر این که او احتیاج به آنتیبیوتیک و مراقبت بیمارستانی داشت که هیچ کدوم میسر نبودند و از این هم بدتر کورل کاندیدای مرگ بود. او مرد در زیر زمین خانه‌ای که توش مخفی شده بودند. حالا بدون کورل که تکیه‌گاه و تنها نقطه قدرت گروه بود، دردسرهای مایر خیلی بیشتر شد. مایر باید با اون 5 نفر نابلد بی تجربه توی تهران چه میکرد؟ نه مثل کورل فارسی بلد بودن و نه شهر رو میشناختن. حتی در عرضه جنگیدنشون هم تردید وجود داشت. از طرفی اون نمیدونست با جنازه کورل چه بکنه. حمل جسد به گورستان که امکان نداشت. نمیشد هم که توی خیابون رهاش کرد. بالاخره مایر به این نتیجه رسید که بدن کورل رو با اره تکه تکه کنه و با کوله پشتی به خارج از شهر ببره. همین کار هم انجام شد. مسله کردن رفیق و همراه دهشتناکترین کاری بود که باید میکرد. بعد از این اقدام سخت و دردناک، قطعه های بدن کورل رو به بیابونهای اطراف تهران بردند و در نقطه‌ای نامعلوم دفن کردند. حالا مایر مونده بود و دردسرهای پیش رو. تابستان سال 1322 تهران گرم پر از التهاب بود برای مایر. او چندان با نقشه خرابکاری صرف در خط راه آهن موافق نبود و این کار رو ناچیز و بی سرانجام میدونست. با این حال ارتباط با برلین به واسطه فرستنده‌های رادیویی که در نقاط مختلف در تهران و در خانه‌های امن قرار داده می‌شدند حفظ شده بود و تیم مایر بدون تکلیف روزها را سپری می‌کرد. مرگ کورل تا حد زیادی محاسبه ها رو به هم ریخته بود. از طرفی لیلا هم که گویا از مایر ناامید شده بود، ناگهان تصمیم به جدایی میگیره و او رو بیخبر ترک میکنه. زمان هرچه پیش میرفت، اوضاع برای این جاسوس آلمانی فرانس مایر سخت‌تر و پیچیده تر میشد. بداقبالی اما گریبان او رو رها نمیکرد. طی یک عملیات شکار نازی ها در تهران، مأموران امنیتی بریتانیایی 2 افسر پلیس ایرانی رو که عضو شبکه مایر بودند بعد از لو رفتن اطلاعاتی محرمانه دستگیر کردند و اون 2 پلیس هم یکی از محلهای بیسیم مایر رو لو دادند. در این عملیات یکی از 5 آلمانی تیم چترباز هم پای بیسیم دستگیر شد. 2 فرد دیگه هم در همین ارتباط گیر میافتند. 2 رابط ایرانی عضو شبکه مقاومت زیرزمینی مایر، یک افسر پلیس ایران و یک دندان پزشک به نام دکتر قدسی. دکتر قدسی هم بالاخره زیر فشارهای زیاد بند زبونش باز شد و محل تمام بیسیم ها رو یکی یکی فاش کرد. بعد از این لو رفتن ها و دستگیری ها برای برلین نشینان یک نگرانی جدید ایجاد شد. مایر به هیچ پیغام رادیویی جواب نمیداد. نه مایر و نه افراد دیگه‌ای که در تهران بودند و اونها بیخبر از اون چه در تهران میگذشت در نگرانی سختی به سر میبردند. اما
چندین روز گذشت تا اینکه بالاخره یکی از جاسوسان خودش رو به ترکیه رسوند و خبر بدی رو به برلین مخابره کرد. واقعیت این بود که دکتر قدسی خیلی زود شروع به همکاری با انگلیسی ها میکنه و نفر به نفر آدم های مرتبط با مایر رو لو میده. به عبارتی حلقه پیرامون مایر روز به روز تنگ و تنگ تر میشه تا اینکه ماموران امنیتی تا یک قدمی او میرسند. مایر آخرین نفریه که دکتر قدسی پس از فشارهای زیاد در بازجویی لو میده. قدسی اقرار میکنه که جاسوس آلمانی فرانس مایر توی خونه او مخفی شده. یک شنبه شب در 23 مرداد سال 1322 ماموران بریتانیایی ناگهان به خونه دکتر قدسی یورش میبرن و در تاریکای راهروی خونه با مردی روبرو میشن. مردی لاغرندام و بلند قامت. فرانس مایر، جاسوس آلمانی که 2 سال به طور مخفیانه توی تهران زندگی کرده بود. اما گئورگ وارتانیان، همون پسر بچه دوچرخه سوار. ماجرا رو میشه از اینجا هم تعریف کرد که بالاخره بعد از پنهونکاری‌های فراوون 3 رهبر متفقین تصمیم گرفته بودند که به طور ناگهانی و کاملا سری در تهران با هم ملاقات کنند تا درباره سرنوشت جنگ و مسائل مهم دیگه به نتیجه برسند. اونها به تهران میان و بنا به دلایل امنیتی هر 3 نفر در سفارت شوروی مستقر میشن تا دور هم درباره ادامه جنگ و عملیات آسیب زننده به آلمان به هماهنگی برسند. اینجاست که شوروی‌ها قصه عجیب خودشون رو تعریف میکنند. اونها همون وقت و تا به حال حتی اظهار کردند که آلمانی‌ها به واسطه فرانس مایر در تهران نقشه مخوف ترور این 3 رهبر رو کشیده بودند و مترصد فرصت بودند تا نقشه رو اجرا بکنند. اما این استالین و دستگاه جاسوسی او بود که جان این 3 رهبر بزرگ جهان رو نجات داد. گئورگ وارتانیان که تا سال 2012 هم زنده بود، بارها و بارها در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و در مصاحبه‌های مختلف ادعا می‌کنه که از اول پی به نقشه آلمانی‌ها برده بوده و با تیم خودش مایر و چتربازها رو تحت نظر داشته. اونها منتظر بودند که در یک فرصت مناسب و سر به زنگاه این تیم ترور را دستگیر کنند و ضرب شستی به آلمانی‌ها نشون بدن. تمام مکالمات بیسیم اونها رو شنود می‌کردند و از محل دقیق هر کدوم هم اطلاعات کاملی داشتند. دستگیری مایر و لو رفتن تیم و شبکش هم در پی ارائه اطلاعات او و تیمش بوده. اما اونهایی که معتقدن چنین اتفاقی هرگز رخ نداده، این رو فقط افسانه سرایی سازمان اطلاعات شوروی برای خودنمایی میدونن. گئورگ حتی وقتی پیر شده بود و در مسکو زندگی میکرد، به هر مناسبتی در یک برنامه تلویزیونی یا رادیویی حاضر میشد و با آب و تاب درباره دوران فعالیتش و نقشش در پیشگیری از یک فاجعه بزرگ تاریخی حرف میزد. اما نه او و نه سازمان اطلاعات مطبوعش هرگز سند یا مدرکی که گویای واقعیت باشه ارائه نکردند، حتی تا به امروز. گئورگ اما همچنان در روسیه یک شخصیت وطن پرست و کارآمد به حساب میاد که نسبت به وطنش و حتی نسبت به جهان تونسته خدمت قابل تقدیری انجام بده. هرچه بود بالاخره با شکست آلمان نازی که مقدمش با شکست در جبهه شوروی بود، جنگ جهانی دوم به پایان رسید و جز از میلیون ها نفر که کشته شدند یا آسیب دیدند، آدمهای دخیل این جنگ هر کدام سرنوشت تاریکی پیدا کردند. در دادگاه نورنبرگ سران ارتش آلمان محاکمه و مجازات شدند. بسیاری از افسران ارتش آلمان به هر کجای دنیا فرار کردند
و بعضیشون حتی تا به آخر عمر مخفی باقی موندند. در کشورهای مختلف هم هواداران و کسانی که با آلمانی‌ها همکاری داشتند به مجازات‌های دردناکی رسیدند و تاوان پس دادند. فرانس مایر هم یکی از این شمار زیاد بود. مایر مثل رفیق جاسوسش رومن گوموتا خوششانس نبود که پیش از همه این ماجراها ایران رو ترک کنه و جون سالم به در ببره. گوموتا که از راه زمینی ایران رو ترک کرده بود، بالاخره خودش رو به آلمان میرسونه تا در امان بمونه. مایر اما تاوان مقاومت و پافشاریش برای موندن در تهران رو اینطور داد. او رو در تهران تحت بازجویی‌های سخت و فرسایشی قرار دادند. مطابق با اظهارات بازجوها ابتدا مقاومت زیادی نشون داد، اما بالاخره تسلیم شد و شکست رو پذیرفت. باقی مونده نفراتش در شبکه رو هم یک به یک معرفی کرد و دستگاه امنیت بریتانیا تمام اونها رو بازداشت کرد. شبکه‌ای که مایر طی سالها ساخته بود به یک باره از هم فرو پاشید. در زمستون سال 1943 مایر رو از تهران به قاهره منتقل کردند که تا پایان جنگ جهانی در زندان متفقین باقی موند. اما بالاخره بعد از مدت‌ها برنامه‌ریزی و طرح نقشه دقیق، مایر موفق به فرار از زندان شد. او بلافاصله تونست خودش رو به کشور سوئیس برسونه، ولی پلیس سوئیس به جرم اقامت غیرقانونی بازداشتش کرد و باز فرانس مایر رو تحویل مقامات متفقین داد. مایر اما تونست باز هم از زندان متفقین فرار کنه و بعد از اون یک زندگی نیمه مخفی رو شروع کرد. مدتها بین کشورهای اتریش، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال در اروپا خانه به دوش بود و بعد از مدتی به خاورمیانه برگشت، اما نه به ایران، بلکه بین لبنان، مصر و سوریه جابجا میشد. چون در زمان پیش از جنگ و در ضمن جنگ در پوشش کارشناس بازرگانی فعالیت میکرد، ارتباطات مناسبی با بازرگانهای مختلف داشت. در دوره آوارگیش توی کشورهای خاورمیانه دست به فعالیت‌های تجاری زد و موفقیت‌هایی هم به دست آورد. در واقع برای یک شرکت بازرگانی که دفترش در هامبورگ بود کار میکرد. در اونجا هم همچنان خودش رو یک مأمور کارآمد میدونست برای سازمانی که دیگه وجود نداشت. هرچه بود او با روابطی که تو این کشورها پیدا میکرد افسران فراری SS رو همچنان در دستگاه‌های تجاری و سیاسی با عناوین جعلی جا میداد و یک شبکه تازه و نامحسوس ایجاد میکرد. خط اطلاعات درباره فرانس مایر از همینجا کور میشه. از اینجا به بعدی که کسی از او خبری نداره. انگار که در لایه‌های تاریخ گم شده باشه. تنها چیزی که از او باقی مونده شرح بازجویی‌هاش در زمان زندانی بودنشه. و یک چیز مهم دیگه هم تو این برگه ها دیده میشه. مایر از مقامات زندان یک درخواست رسمی داشته، اینکه اجازه بدن با لیلا سنجری ازدواج کنه. گویا عشق لیلا بعد از این همه ماجرا و گذر زمان همچنان در قلب فرانس شعله‌ور باقی مونده بود. مقامات متفقین هم مثل رؤسای مایر در سازمان اسدی با این درخواست مخالفت میکنند و از ظاهر قضیه این برمیاد که این دو تا به آخر عمر هرگز همدیگر رو ندیدند. لیلا اما بعد از مایر چه شد؟ همونطور که گفتم جایی و وقتی در کوران حوادث توی تهران لیلا از فرانس مایر دست شست و به ناگهان از او جدا شد. این واقعه از دو سو برای مایر تلخ و دردناک بود. یکی اینکه معشوق محبوبش رو بی مقدمه و بی خبر ناگهان از دست داده بود و از طرف دیگه لیلا برای مایر حلقه اتصالش بود با دیگران. رفتن لیلا او رو در موقعیتی بسیار سخت‌تر و فرساینده تری قرار داد.
هرچه بود لیلا بعد از ماگر به صورت نامحسوس همچنان تحت نظر سازمان‌های اطلاعاتی متفقین قرار داشت. شاید اتفاقی بوده که لیلا در این حین با یک سرباز آمریکایی توی تهران آشنا میشه، اما این نمیتونه اتفاقی باشه که اون سرباز به نام رابرت مریک مأمور مخفی سازمان جاسوسی آمریکا CIA بوده. به این ترتیب لیلا به عنوان کسی که میتونه درباره مایر و فعالیت‌هاش اخباری درز بده بدین ترتیب تحت نظر گرفته میشه. حتی وقتی که دکتر قدسی رو دستگیر میکنن باز هم لیلا رو دستگیر یا بازجویی نمیکنن، هرچند که دکتر قدسی دایی لیلا بوده و حتما خط و ربط لیلا در تمام ماجراها دیده شده بود. شاید اونها این نکته رو در نظر داشتن که لیلا عنصر مهمی نیست و تنها به دلیل زیبایی و یا علایق قلبیش به طور ناخودآگاه در کنار یک جاسوس قرار گرفته. اون چه حالا میدونیم اینه که لیلا بعد از جنگ با مأمور آمریکایی هم در ارتباط باقی نموند و از او هیچ اطلاعی در هیچ کجا درج نشده. شاید یک زندگی عادی رو در پیش گرفته و در سکوت و گمنامی هم این دنیا رو ترک کرده.